السلام علیکم. من با مراجعت کردم به کانال بابا جان. من دو فرزند دارم. به کانال بابا جان مراجعت کردم که دو فرزند من در یک واگن زندگی میکنم. شکرانه خدا یک شوهر دارم. شوهرم معیوب شده است، چشماش نمیبیند، پرده کشیدگی. اون کس رو ادرس کرد. من شرایطی ندارم. دو کودک مکتب میخونم. من شرایط ندارم اونها در لباس پرتم. روزی زمستان آمده از روز خنکی هیچی ندارم، زندگی ندارم. چیکار کنم نمیدونم. با کی مراجعت کنم؟ با کانال بابا جان مراجعت کردم. مرا نخندید اکنون، مرا نخندید. من در یک واگن زندگی میکنم. 500 سو پول میتیم واگن و التماس پول سوئد میتیم، پول آب میتیم. شرایط ندارم. دو کودک قطعی در بدر اومده در یک واگن قطعی شوهرم زندگی دارم. چیکار کنم؟ من رو یک یاردم کنید، التماس میکنم شما رو که یاردم کنید. ما خونه نداریم، یکم دستگیری کنید صاحب خونه بشیم. ما خونه نداریم، لطفا دستگیری کنید ما رو صاحب خونه کنید. ما میخواهیم که آرزوهایمون برآورده شود. مادرم از سن خردسالی به ما خیلی زحمت کشیده است و خیلی عذاب کشیده است. ما میخواهیم که صاحب خونه شویم. یا دستگیری شما ما رو نگاه دارید که به ما یک خونه یک پول بکنیم. السلام علیکم. سازر خوبی، سلامتی خوبی. اپا جون و اکا جون مرا نخند. دو کودک دارم. در یک واگن زندگی میکنم. زندگی به هر مشکله. باور کنی نکنی زندگی میکنم. هم واگن دارم خونه هم لباس میشم هم سر میشم. جایی ندارم سر بشم. یک واگن خونه کنیم اونجا زندگی دارم. زندگی دارم شما باشم تا ترس میریم گرد منو شوندم مار کجدو میدردر آه میبینم چون نکنم. سهر میشه باید ازام گرمی دن میشه و گرم میشه میمریم نفس گیر میشه. زمستان باشه خنک برف خنک ده یخ میکنیم. آره شروعی بودن در روی واگن زندگی دارم. اپا جون اکا جون نخندی مرا التماستان میکنم. چیکار کنم کجا برم؟ جایی رفتن ندارم. شما کسته گفتگیرم چشماش دم اپراسه میکردم کور میشه. هم قید خودش ببرین دروش میرم ده دولته واگن ده همون کارگیم نلگن میمیم سر تنم میشویم. جایی نداری که سر بشویم. اکا جان التماس مرا نخندید. ما ای مجبوری من نکردم، ای وقتی خشم نکردم، ای نبدیدی مکردم که ندارم. اقلم ده یک خونه کنیم که پگه هم کودکوی مده هم خونه زندگی کنم. ای شما ای اولم تا آخر، ای اول تا آخر روزی. خی خدا جان دستی برکت توجه. مردای غریب روی خیر خواه التماس مده یک خونه کنید. یا دو خونه کنید که سر پناه کودکم قد شد دارم. چیکار کنم؟ جایی ندارم برم. التماس برم اکا جون بزرگوار محمد جان خدا دست گرش کن. پروردگار کریم کجای زیر نگه باشم. خدا جان پروردگار اینه بخیر یکم جایی ندارم برم. خودم پا ما کیسته گفتیم اپرسه پول ندارم. من خودم نه پول دکسته شده در بانیچه خواب بودم. نه وای بانیچه برامدم باور میکنی جایی ندارم که کار کنم. نکم زورم اومدم با همینجا کار کشتم. قرض دار قیامت شده. التماس یه یاردم کنید. التماس مرا یک خونه کنید به خاطر الله، به خاطر دو فرزند تربیتی خونه و در ندارم. در یک واگن زندگی میکنم. اکا جان چیکار کنم؟ خونه و در ندارم. خونه و در میدوشتم. شما در مراجعت میکنم. الهی اقصا خاک گره زرده بچه های غریب بچه های مسافری. خدا جان مرا یا دستگیری کنید. مرا نخندید. ما ای مستی من نکنم. ما ای خرسندی من نکنم. ای نابودی را کنم که من از بیا خونه و درشم.
التماس میکنم اکا جان اپا جان مرا هم خدا جان نگهبانتون شد.